سلام بچه ها، من کلانتر هستم و خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. بچه ها امروز اومدیم برای هر کدوم یه اسکین خفن. برای M4 اگه جیم نمیخوایم بزنید که M4 بهترین انتخابه، دو خط ریت خیلی خوب. اگه میخوایم جیم بزنیم ایجا اگه امروز میخوایم بزنید اگه این خیلی خوبه، دو خط ریت و فایر یه خط دمشت. بچه ها اینجا فرو اینجا نه اشتباه انفور نداره. خب اگه امروز میخوایم بزنید همون برای این بزنید خیلی خوبه، یا همون مفتی برای اینجا این کارتای گیلده ستا کارتای گیلده همش میزنه برای کارتای گیلده. دومی اسکین بریم سراغ ایکی. اینجا من زدم اینو فقط میاره. خب ما بریم اینجا میزنیم رو این، دوباره میزنیم ایکی. میر وقتی بیا تو فروشگاه میزنیم میاره. نگاه بچه اگه میخواید کم جم بزنید برای ایکی بزنید، فمیدهش هم دو خط ریت و فایر، بیسش هم دو خط ریت و فایر، امپیسایش هم دو خط ریت و فایر. اما اگه میخواید چلتا بزنید به نظر من برای این ایکی بزنید خیلی خوبه، چون این لاقل یه ریت و فایر داره، این که اصلا فقط دمش با رنج. به نظر من اگه چلتا میزنید برای این ایکی دراگ میریم برای دومینگان که میشه اسکار. چون من اینو گرفتم برام نمیده، باید برم توی فروشگاه اینجا این اسکار اگه 25 تایی میزنید برای این بزنید که خیلی توصیه نمی کنم چون پاورش آشغاله. برای این بزنید خیلی خوب، دو خط ریت و یه خط دمشت. خب داشتی میگم خیلی گرد. دومین گانی گروزاست که فقط یه گروزا داریم، بخواد دقت و یه خط دمشت. همون گروزا لولی نمیدونم بچه خیلی پاوراش نیست، فقط دو خط دقت و یه خط دمشت، ریت و فایر نداره. اینا میسارم به خودتون که یا گروزا لولی بگیرید یا همین فاماس همین که پاوراش خیلی آشغاله. ایکسن 8 میتونید برای اینا بگیرید، یا اگه جب و اینا دارید برای این بزنید. بله اگه جوان برای این چون پاورش خوبه، دو خط دمش دارم مینیروزیش هم دو خط چیه یه خط رنج هم هست. ایکسن 8ش سایزش خیلی خوبه. دومین اسکینگان میریم AN94 جو میزنیم نمی اینم که هیچی آیوشی یه دوتا میریم یکیش این یکی بزنم 599 خیلی بده. ریت و فایر داره، این ریت فقط رنج داره و اونم که هیچ. برای من 599 بده. دو میریم سراغ پارافون اون نمیره نمیاره جیسی 6 این هم که نه. میریم سراغ گانای مثل امتیازه گانای دوزه. من این هم گذاشتم، این هم پاورش خوبه ولی این بهتره دو خط نشته. خواستیم بزنیم این خیلی پاورش خوبه فقط دو خط نشته و خطی خیلی توست. اگه اینو دامی دارید ساعت همین رو بذارید. اسکیس هم
این پاوراش خوبه، 2 خط نوشته خیلی خوب. اسویدی هم فکر نکنم باشه، نه هسته بچه. 2 خط ورود به وسته که خوبه، نه پاوراش خوب. این هم 1 خط ورود به وسته و 2 خط رنج خوب. بچه های سی80 اینجا بذار من اینو بگیرید، یا اگه جمعتون محدوده اینو بگیرید. این 2 خط ورود به وسته، مثلا اگه شخص وست نداشته باشه 130 تا بهش دمشت میخوره. رنج 1 خط رنج هست. این امشب بخوام بگم امشب آتیشی به نظر من خیلی خوب. بسن اینجا فکر کنم بیو امشب جز کدومایه این نوی فکر کنم امشب آتیشی به نظر من، یا همین دیگه دیگه امشب راستی یه پک هست یو ام پی 2 خط ریت و ایکس مج 2 خط ریت و بره اون بزنید خیلی امشب 2 خط ریت و اون خیلی یو ام پی که یو ام پی ساکورا که خیلی یو ام پی خوبی، از دقت کم میکنه اما 2 خط ریت و فایر 1 خط دمشته، این هم خیلی خوبه. 1 خط ریلود و 2 خط ریت و فایر، این هم که چی 7500 تایی. اگه با سکه میخوایم اینو بخریم 2 خط رنج ام پی 4 این 2 تا این 2 خط دمشته که پاورش خوبه بدک، اما اگه 499 تا برزه من این نمیارزه، همینو بگیرم خیلی. این 2 خط ورود به وصل و اینو VSS همون به ایکی زدیم اونجا برای همون بزنید. VSS 2 خط ریت بکنه امپیچل بچه امپیچل هسته بچه. امپیچل برفی نمیشه دوه اون خیلی و امپیچل مکانیکه اون هم دمشتش خوبه 1 خط ریت و فایره. بله پینمت اینه که هنو هسته بچه پینمت چه نمیاد بچه پینمت چیزا خیلی گنگی هست. پینمت خیلی پینمت خوبیه به نظر من، به خاطر همین از ریلود کم میکنه، از دمشت یه دمشت میده و 2 خط ریت و این که اصلا بهتون توصیه نمیکنه. این هم همین یه خط ریلود 2 خط دمشته که به نظر من همه اولی خیلی بچه ها میریم سراغ تامسون یکی هستی که 1 خط دمشت 2 خط دقته که پاورش خوبه بدک نیست. ویکتور بچه همون دیدیم کنار ام پی 5 خیلی سبزه بود 13 تفاف آف خورده بود شده بید 10 تا مکتن نیست مکتن بیزون اگه بیزون هست بیزون 1499 تا 1 شد اصلا جزنه خیلی چیزی بهتون نمیده 2 خط دقت و 1 خط ورود بس که بدک نیست. این هم که هیچ امده که 100 برای این قاسید بزنید خب به نظر من امده آتیشی خوشی امده آتیشی خیلی خوب خیلی امده آتیشی خودوست خیلی امده آتیشی خیلی خوب برای وانشد زن. خب اینم امده خیلی خوبه اینم خوبه خیلی خوبه ولی به نظر من 100 امده آتیشی خیلی خوب خیلی شوتگانا باوراشون خیلی گنگ نیست. خب همین شوتگان برفیه 2 خط رنج به نظر من خوبه وقتی گانا میگیرید تو اصلا سرعتش خیلی بالاست. یا تو خیلی نیست یه تمام فقط اسمو که همینه یه هیچ 82 همین نداریم. خب
بچه ها اینم از ویدیو ما. دیزر کنم که فکر کنم فقط همینه. بله برای همین خواستیم بودیم بچه ها. اینم از ویدیو ما. لایک کنید، کامنت بذارید، خواهش میکنم حمایت کنید، سابسکرایب کنید. خدا نگهدار.